در دهه‌های گذشته مبارزه با ایدز از چالش‌های مهم دانشمندان و پزشکان بوده است، اما در چند سال گذشته پیشرفت‌های بسیاری در این زمینه حاصل شده که هم برای پزشکان و هم بیماران ارمغان محسوب می‌شود. تازه‌ترین پیشرفت‌ها در کشور آرژانتین رخ داده است. گروهی بین‌المللی از پژوهشگران به ریاست دکتر پدرو کان از بنیاد هوسپد روش درمانی جدیدی را ابداع کردند که ضمن مؤثرتر بودن در درمان این بیماری عوارض جانبی کمتری دارد. این روش گاردل نام گرفته که بر روی 535 بیمار در 27 مرکز درمانی در آرژانتین، اسپانیا، آمریکا، شیلی، پرو و مکزیک انجام شده و نتایج مثبتی داشته. اکنون با یک متخصص درباره تاثیر مثبت این درمان مصاحبه‌ای ترتیب داده‌ایم. این تحول و پیشرفت عظیمی به شمار میره. در روش جدید عوارض و مسمومیت ناشی از روش‌های قبلی از بین میره. ضمن اینکه صرفه‌جویی مالی خوبی هم برای بیماران و نظام بهداشت و درمانی به وجود اومده. قبلا این بیماری تلفات جانی بسیاری داشت، اما با روش جدید درمانی عمر بیماران به اندازه عمر بقیه مردم خواهد بود. بنابراین کاهش میزان دارو برای به دست آوردن نتایج بهتر بسیار مهمه. باید بگم که فقط در آرژانتین 40,000 بیمار مبتلا به ایدز زندگی می‌کنند که 70% اونها تحت درمان نظام عمومی بهداشت و درمان هستند و فقط 30%شون در بیمارستان‌های خصوصی درمان میشن. با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در درمان ایدز، این بیماری همچنان سبب وحشت مردم جهان می‌شود و هنوز واکسن و داروی موثری برای آن کشف نشده است. با این حال دیر یا زود پزشکان به درمان این بیماری دست خواهند یافت. Adrián Sack, Shabake Jabar, Buenos Aires.